شب سال نو بود و هوا سرد و برفی. پسرک در حالی که پاهای برهنش را روی برفها جابجا می کرد تا شاید سرمای برفهای پیاده رو کمتر آزارش بدهند، رویش را چسبانده بود به شیشه سردی فروشگاه و داخل نگاه می کرد. در نگاهش چیزی موج می زد، گویا با نگاهش نداشته هایش را از خدا طلب می کرد. زنی که می‌خواست به فروشگاه درآید کمی ایستاد و نگاهی به پسرک انداخت. پسرک محو تماشا بود. زن رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد در حالی که یک جفت پای افزال زیبای در دستانش بود بیرون آمد و گفت: آهای پسر جان. پسرک برگشت به سمت زن رفت. چشمانش برق می‌زد. وقتی آن زن پای افزال را به او داد، پسرک با چشمهای خوشحالش و با صدای لرزانش پرسید: شما خدا هستید؟ نه پسرم، من تنها یک بنده خدا هستم. آها، میدانستم که با خدا نسبتی دارید.